از اول بحث بود قطع شد. فرمودید که مستند تهیه شده و یه مستند عنوان رمزگشایی یک پاندمی. حرفم توی مستند اینه که این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش سابقه داره، تاریخ داره. تاریخ که من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی و شور ضد اسلامی که ایران راه انداخت از اول انقلاب اسلامی و ریشه هاش تقابل با دینه. سال 2007 که تو حج تمتع بودم متوجه شدم که همه مریضن، همه دارن سرفه میکنن، همه تو همه کاروان‌ها تب دارن، همه کلینیکای همه کشورها پر مریضه و هیچ کسی نمیگه که این چیه. با فرض کنین آمپیسیلین و آنتی بیوتیک های معمول هم خوب نمیشه. معتقدم که این اتفاقی که الان افتاده زمینه هاش در حج طی 30 سال تمرین شده. چون شما وقتی که اونجا دچار این مریضی میشدید اولین اثر وضعیش این بود که به لحاظ روانی بیمیل بودیم برای عبادت. به قول یکی از بچه‌ها که اونجا با هم صحبت میکردیم میگفت رغبتی برای عبادت برای آدم نمیذاره، دچار یه رخوت میشه انسان و این روش کار شده. دکتر کرمی اشاره میکنه به کاری که در دهه 80 پنتاگون و لابراتوارهای پنتاگون انجام میدن روی یک ژنی به اسم ژن خداجویی، گاد جین. کتاباش هست، مقاله‌اش هست، همه رو آوردیم تو برنامه. خوشبختانه یکی از دکترایی که 5-6 سال 7 سال پیش اومد بعد از فکر کنم بعد از برنامه ما که ما 3-4 تا برنامه رفتیم در مورد این موضوع، آقای دکتر مردانی تو همین کمیته کرونا هستن، ایشون اومد تو روزنامه جامعه جمع تو صدا سیما با فیلم از صدا سیما پخش شد دیگه، روشنه که ریشه‌اش کجاست. اومدن گفتن که اینه که تو حج بود و آنفرانزا که در حج بود و همه دوچارش بودیم و آنفرانزایی که باش داروی معمولی خوب نمیشد نوعی از کرونا ویروس بود. 6-7 سال پیش اینا رو گفت. این رو باز تو مستند آوردم. از یه جنس دیگه کرونا بود، کرونایی که تقریبا 4 ماه شما رو لنگ میکرد، حالتون رو میگرفت، خسته و رخوت زده بودید. ما ماجرای حج خونین رو دست کم گرفتیم. فیلم با این شروع میشه. برای چی امام خمینی گفتن که اگه من از صدام بگذرم از آل سعود نمیگذرم برای این کاری که تو حج کرد؟ یعنی حجاج رو که فقط دورشون یه پارچه سفید بسته شده بود رو با گلوله نزدیک 300 نفر رو شهید کرد، 500-600 نفر دیگه هم بعد جور مجروح شدن. بعد از این اتفاق ایران یکی 2 سال نرفت، ولی بعد از ذلت امام بلافاصله با زد و بندایی که بعضیا تو حکومت ما با عربستان داشتن، رفاقت‌های خصوصی که با عربستان داشتن، بدبستونایی که با عربستان سعودی داشتن و ملاحظاتی که با عربستان سعودی داشتن، در حج رو باز کردن. مردم رفتن حج. ما تو این بار وقتی رفتن حج کسی نمیدونه چرا همه دارن آنفرانزا میگیرن، مگه عربستان سرده؟ خود من یک میشه 2 سال بعد از لیلت امام، 2 سال بعد از اینکه باز شد رفتم و همون هفته اول این سرماخوردگی رو گرفتم، گلوم کیپ شد، تب کردم، ولی خیلی اساسیش اینه که خسته بودم، یواش یواش به لحاظ روانی بیمیل شدم که مثلا قبلا با یه عشقی میدویدیم طرف خدا، الان اون عشق و محبت و اینها بود ولی مثلا 90% حال شما پریده بود. سال دومی که من رفتم حج تمتع 14 سال پیش بود تقریبا، اونجا دوباره دیدم همون تب و همون لرز و همون همه کاروان ها تو حج تمتع تب دارن و مریضن. وجود من گرفت و تصمیم گرفتم به جای فیلم در ارتباط عرفان حج در ارتباط مریضی حج صحبت کنم. تو اونجا بود که برای اولین بار از دکتر حج و زیارت شنیدم که آب زمزم آلوده است. بله. و توش مطلبی داره که یعنی سم آرسنیک داره. این آرسنیک سمه و نیتراتش
10 برابر اون چیزی که تحمل بدن انسانه. خب این از اونها شنیدم، اعتراضم کردم، تو فیلمم هست این اعتراض من 14 سال پیش، تو فیلمم هست که برای چی شما سکوت میکنید؟ مگه این یه نوع بیوتروریسم نیست که شما دارید میگید انستیتو پاستور این نامه رو به ما داده، فقط دوربین تو خاموش کن. دوربینم خاموش کردم، خودم که خاموش نمیتونم بکنم که خدا یک برنامه به من داده، رو آنتن جمهوری اسلامی ایران 4 تا برنامه 90 دقیقه زنده رفتم که آقا این چیز جریان مشکوکی ها کی 8 سال قبل از این پاندمی کرونا ویروس اون موقع این رفتم. بعدها که دکتر مردانی تو جام جم اومد گفتش که این که تو حج بود کرونا بود و هر کی از حج میاد با 2 هفته با کسی روبوسی نکنه،